درگذشت آتیلا پسیانی، بازیگر خوب سینما و تلویزیون بر اثر سرطان در فرانسه. دوستان عزیز، به کانال خودتون حاشیه مکس خیلی خوش اومدین. لطفاً تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین. آتیلا پسیانی، کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، پس از تحمل دوره بیماری سرطان، امروز 14 مهر ماه در 66 سالگی دار فانی را وداع گفت. انجمن بازیگران خانه سینما اعلام کردند: با قلب اندوهگین و دردبار به اطلاع می‌رسانیم که متاسفانه هنرمند ارزشمند و بی‌بدیل سینما پس از یک دوره بیماری سخت و طولانی در خارج از وطن از میان ما رفت. آتیلا پسیانی متولد 10 اردیبهشت ماه سال 1336 و فرزند جمیله شیخی است. او فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران بود که بازی در تئاتر را از سال 56 آغاز کرده و بازی در سینما را از سال 60 تجربه کرد. پسیانی از دهه 60 به بعد حضور فعالی در عرصه تئاتر ایران داشته که شامل اجراهای جشنواره‌ای و آزاد می‌شد. او با آثارش در چندین دوره جشنواره تئاتر فجر حضور داشت که از این میان میتوان به جشنواره فجر سال 70 اشاره کرد. او در آثاری مانند سایه ماه به کارگردانی انوشیروان ارجمند، مرگ یزدگرد به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی گلاب آدینه حضور داشته است. فیلم‌های کشتی آنجلیکا، 2 فیلم با 1 بلیت، مسافران، خاکستر سبز، هیوا، شام آخر، پادشاه سکوت، آتش بس، مجردها، پل چوبی، زندگی خصوصی، نیمه شب اتفاق افتاد، کارگر ساده نیازمندیم و سریال‌های محله بروبیا، محله بهداشت، اولین شب آرامش، زیر تیغ، برف بی صدا میبارد و تئاترهای جنایات و مکافات، باغ آلبالو، مخمل آبی، گالیور، شاعر خشونت، قهوه قجری، رستاخیز و درد و دل با سگ از آثار زنده یاد آتیلا پسیانی است. مراسم 18مین دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آیین نکوداشت آتیلا پسیانی اردیبهشت ماه امسال به همت انجمن صنفی کارگردانان تئاتر با حضور جمعی از هنرمندان و بازیگران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در همین مراسم بود که با انتشار تصاویری از چهره شکسته شده و لاغر شده آتیلا پسیانی بسیاری از علاقه‌مندان او را نگران و ناراحت کرد. آتیلا پسیانی چندی پیش برای سفری شخصی به فرانسه رفته بود که متاسفانه در پی نامساعد شدن شرایط جسمیش به دلیل عوارض بیماری سرطان مجبور شده بود در بیمارستانی در این کشور بستری شود و متاسفانه نیز بر اثر این بیماری در فرانسه درگذشت. انجمن صنفی بازیگران سینما اعلام داشته که با هماهنگی‌های انجام گرفته شده منتظر انتقال پیکر این هنرمند به ایران هستیم و پس از آن زمان و مکان تشییع را به اطلاع خواهند رساند. روح آتیلا پسیانی، بازیگر خوب کشورمان، شاد.